و عزیزان من 12 فروردین هست، برای امروز 10 فروردینه و 12 فروردین روز رفراندوم جمهوری اسلامی بود و مردم پای صندوق ها رفتن تا در یک همه‌پرسی شرکت کنند که سیستم حاکم را در ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب شکل بدن مردم. و در این روز پای صندوق رفتند و مردم قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رای دادند که سیستم اسلامی میخواهند، جمهوری از نوع جمهوریت و از نوع اسلامی. جمهوری دموکراتیک داریم، جمهوری های گوناگون هست و این سیستمی را که مردم ایران انتخاب کردن با توجه که اینجا اکثریت مال مسلمانان است، جمهوری اسلامی بود. به امید این که اینجا بالاخره عدالت برقرار بشه. مردم برای همین را دادن. یکی از اون مردم منم که بالاخره ما هم یک رای داشتیم و رای را برای چه دادیم؟ رای در این که اینجا عدالت برقرار می شود، اینجا آزادی است می آید. به امید آزادی آییم، سرودهای آزادی را اونجا همه زمزمه می کردند و فردا که بهار آید آزاد و رها هست. آینه خیلی چیز جالبه بود. استقلال، آزادی، این شعار محوری انقلاب. عدالت شعار محوری انقلاب بود. مساوات، برابری، برادری و خیلی شعارهای زیبنده بود و وعده ها و نویده های خیلی بزرگی همه ما دادیم که یک خیلی بزرگی دارم. اقتصاد که بالاترین یکی از بزرگترین محور هست و اقتصاد چنان ریشه‌ای خواهیم داشت و بزرگی خواهیم داشت که دیگه فقر در کشور نمیماند و تنگ دستی نمیمانه و ثروت‌های مملکت همه به داخل مملکت خرج میشه و انتقادهایی که در گذشته داشتند و گفته مثلا ممالک بزرگ از امکانات ایران چرا استفاده بکنند، چرا این ملت اینها را استفاده نکنه. و محور دوم که خیلی عظیمه و بزرگ محور سیاست هست و آزادی سیاسی مردم خواهند داشت، انتقاد بکنند، حرف بزنند، به چالش بکشند و آزادی کلام، آزادی بیان و این آزادی ها به هر حال نوید داده شد و مردم او آزادی را در خاطره دارند که در صدر اسلام بوده، در دوران حضرت رسول بوده، در دوران خلفای راشدین بوده، در دوران خصوصا حضرت علی بوده و همون اسلام در خاطره مردم بود. چون مدت‌های مدید بوده که اسلامی به اون صورت در هیچ کشور نبوده، اسلام حاکم نبوده. زمان عمر بن عبدالعزیز که واقعا انسان استثنایی بود، اون کامل توانست که بر سیره حضرت رسول صلی الله علیه و و خلفای راشدین خودش را تطبیق بده و کشور اسلامی را، ملک اسلامی را. و لحظه گفتن که چیزی که آبا و اجدادشون هم انتظار داشتن همچنان چیزی را به ذهن خود داشتن و مردم خوشحال شدن و
نظام برپا شده با حمایت مردم و اراده مردم ایران. این حکومت را کودتا نیاورد، نظامیان نیاوردن، سلاح نیاورد. اون روز مردم سلاح نکشیدن، در انقلاب مردن، کشته شدن، نکشتن. و این حکمت بزرگی در پیروزی انقلاب. اگر با سلاح می جنگیدن، دولت او زمانه به مراتب قدرتش بیشتر، مردم هم میتوانست بزنه. اما با شعار آمدن و مردم جلو، و لحظه جمهوری اسلامی را مردم آوردن. علما در صف مقدم بودن، دانشگاهیان بودن، دانشجویان بودن، همه طیفه، همه احزاب، همه گروه هایی که قبلا اینجا فعالیت داشته، خیلی از اون گروه ها که حالا از خاطر رفته نامشون فعالیت میکردن، کل همراه شدن، زنان، جوانان، خیلی حماسه آفریدن و انقلاب پیروز کردن، جمهوری اسلامی آوردن. و الان این سالهای اخیر برای اینکه اون وعده ها را مردم معتقدن که محقق نشدن و اقتصاد چنان ضربه خورده الان که روزانه امروز شب که بخوابیم، شب بخوابید، فردا میبینید تا این پول ما افت کرده است، روزانه افت داره. و این نشان یک اقتصاد متزلزله. و اگر ثبات اقتصادی نباشه زندگی مشکل میشه. شما بخرید، بفروشید ارزان و بخرید گران، چه میمانه برای کاسب، برای تاجر؟ شاید تاجر به چه امید تجارت بکنه؟ و مردم همه از داخل تنها تجارت نیست که با تومان ایرانی باشه، بالاخره تجارت های بیرونی همه با دلار، همه با ارز خارجی هم، پول خارجی هم. مردم امارات وقتی با مردم ایران معامله میکنن روی درهمه، روی دلاره و لحاظا دلار حساب میکنن. ما هم اگه چیزی بپروشیم دلار میگیریم، از دیگران بخریم دلار میدیم. و لحاظا وقتی که این پایا و ستون الان لرزشه و داره تکان میخوره، صبح او سیاست وقتی که ضربه میخوره، و نه تنها سیاست دچار ضربه میشه، اقتصاد و سیاست میزنه. سیاست و اقتصاد با هم. و من این فکر کردم که اقتصاد ما را اگر همه اقتصاددانان دنیا را شما جمع بکنیم، متخصصان، برای ما نمیتونه کاری بکنه. چرا که این با اقتصاددانان حل نمیشه و سیاستمداران حل میشه. سیاستمدار وقتی که در کشور مغزای متفکر، مغزای سیاسی و انسانهای شایسته وقتی سیاست داخلی و خارجی را تنظیم بکنند و برنامه ریزی بکنند و سیاست ثبات پیدا بکنه، اقتصاد هم ثبات پیدا بکنه. اون وقت ما نیاز داریم به اقتصاد. حالا هیچ ما نیاز به اقتصاد نداریم. بعضی میگه که مدیران اقتصاد بلد نیستن. بابا اگر مدیران اقتصاد بلد باشه چه کاری میتونن بکنه؟ مدیر شب بخوابه برنامه ریزی بکنه، پرده ببینه که دلار بالا رفته و تو من این مدیر دسته معجزه که نمیتونه بکنه. اقتصاددان با اقتصاددان درست نمیشه، با مغز اقتصادی هیچ کاری نمیتونم. کسانی که شعار دادن
همه این روسا که میگه این شعر میده و شعر داده که ما اقتصاد درست میکنیم. معیشت مردم، آقا چه معیشتی مردم؟ معیشت کجایه؟ مردم پریشان و این دو پایه عجیبه. اگر این دو پایه را شما نادیده بگیرید دیگه هیچی نمیمانه. اقتصاد باید صحیح باشه، ریشه‌ای باشه. این ملکایی هست که 100 سال محلا دقل ما 50-60 سالش را که ما یاد میدیم، حالا جلوتر ما کوچک بودیم بالاخره این عرض کنم که اقتصادشون هنوز همون یکیست، هیچ تکان نخورد. بعضی کشوران مردم بالاخره اگر ما نتوانیم جای سفر کنیم ولی مردم ماشاءالله دنیا را دور میزنند و میبینند که کشورها مثلا اقتصادشون هنوز تقویت شده، ضعیف نشده. و این در مدیریت کشور مهمه. مدیریت باید به نحوی انجام بگیره که داخل نکته مهم این است که ملت که جمهوری اسلامی را یک نظام را میاره، یک هر سیستمی باشه بیاره، باید ملت در صحنه باشه. 54 سال همه ما گفتیم، یکی بنده هم که گفتم و همیشه تکرار میکردم که همه میگفتیم که این نظام مردمیه و مردم آمده، این سیستم مردم را داده، کتا نیاورده، سلاح نیاورده. این سلاح نمیتونه نگهداری کنه، این مردم آورده، باید مردم به پای نظام باشن، حمایت کنن. و لحظه شما بینید که چقدر ریزش شده. و این که بعضی میگن که رفراندوم برگزار کنید و همه فرسی باشه که مردم چه میخواهند و مسئولین حاضر نمیشن، مسئولین خوب میدانن که چه وضعیتی هست و ملت به هر حال ناراض شده. و این حیاتی و مهمه، خیلی مهمه. تمام سیستم های دنیا اسلامی باشه یا غیر اسلامی به مردم نیاز دارند. مردم باشند، مردم حامی. و من یک چیزی بگم اینجا، میگم ولی قدرت الله است. دومی قدرت در عالم خلق مال مردمه. من این قبول ندارم که امریکایی ها، دولت امریکا قدرتمند هست، خیلی قدرتمنده، بالاترین قدرت داره. معتقدم که بالاترین قدرت ملت امریکا داره، نه دولت امریکا. حالا ببینید که چگونه همین در رابطه با جنگ غزه دموکرات اسرائیل 1000 و خورده نفر از اسرائیل کشتن که ما تایید نمی کنیم. کشتن 7 سپتامبر بود، 7 سپتامبر. ولی خب اسرائیل بده 1000 همون اندازه می کشت و کسانی که کشتن اسرائیل می کشت. و نظامی ها، شبه نظامی ها که کشتن همون را نمی کشت. این بچه را چرا بکشت؟ و باید جامعه جهانی و همه کشورهای دنیا باید دست ظالم بگیرن. اسرائیل میخواهد که انتقام نقشه نداشته. غزه‌ای ها همون بودن که بالاخره هرچه کردن همونا بودن، او همون نظامی ها بودن کردن، شبه نظامی بودن. بالاخره شما انتقام اونها را همون اندازه
بگیرید که حق شماست، نه این ملت قتل هم بکنید، نه این ملت آواره بکنید و نه شب و روز مثل باران بم و آتش بریزه سر فلسطین. نه الله اینا قبول میکنه. نه، انسانای آزاده، انسانای عاقل، انسانای هوشمند، انسانای منصف قبول میکنه، انصاف قبول نمیکنه و باید بگیرد. اینه میگه که قدرت مردم بالاترین قدرت و این قدرت خداییه. یا ایها النبی و حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای نبی صلی الله علیه وسلم مردم کافیه، خدا کافیه و مردم کافیه. مردم هر بالاترین سیاست برای نگهداری سیستم نگهداری مردم است. مردم وقتی خواستهشون برآورده بشه، مردم وقتی به آرزویشون برسه نباشه. بالاخره همه میان، همه انسان ها میمیرن، همه نظام ها توی دنیا میآیند، تغییر پیدا میکنن. این تغییرات در فطرت موجوده، در نزد الله تعالی موجود هست و زمینه‌اش همینه که مردم دلخور و ناراض بشن و این مهمه. باید به مردم شو فکر مردم بکنن. صدقه فطر هم یکی از فرایض و واجبات هست و الان اون چیزی که در صدر اسلام پرداخت می شده الان قیمتشون، اون زمان اینا قیمتشون یکی بوده که تعیین کردن، الان تفاوت آمده. مثلا کشمش می دادن، الان کشمش 670,000 میشه که بدن، 600,000 تومان بدید، 670 برای هر نفر. خرما مثلا اینجا زدن که 672,000 برای هر نفر. این میانه هست خرما. جورا نوشته 72، گندم نوشته که 50. آقا این 50 بعضی میپرسم، من میگم طالبم، هیچ طالبه نیست که 50,000 نتواند بده. اینم این طالبی بده، این کارگری بده، این زنهای بینه میدن، این بچه یتیم هم میتوانن بده که پدری داشت ندارن. 50 تومان چیه؟ و مال شما ماشاءالله کسبه و دستش به دهن میرسه. بالاخره شما همون حداقل خرما را بدید، متوسط را. 300 رعایت شما که بشود همینه که متوسط بدید که 372,000 نوشته. بله این بهتره، به نفع ثوابش بیشتره. شما خیال نکنه که کمتر بدید و 50,000 بدید و ثواب 1,000,000 تومان ببرید. نه، هرچی که شما میدید همون اندازه ثوابتون میرسه. کم بدید ثواب شما کم، بیشتر بدید ثواب شما بیشتر. و این فرصت، این ثواب، این با نفل صدقات نفلی این درجه را نداره. این صدقات فرضی خیلی. الله تعالی به شما توفیق بده. جمعه آینده آخری جمعه ماه مبارک رمضان می شود و به هر حال در تاریخ رمضان آخری جمعه همیشه مهم هست و انشاءالله برای مسجد که در حال کار و ما شدیداً عزیزان بدهکارم، جمعوری می شود. انشاءالله رمضان هست و این صدقاتی که الان از شما ما میگیریم و گرفته میشه، این عوضش خیلی خیلی، این دیگه وقتی بگیریم این درجه را نداره. و انشاءالله برای جمعه آینده آمادگی بکنه بیایید. این روزها شهادت حضرت علی در پیش داریم که به هر حال ایامی است که 21 شهادت سیدنا علی رضی الله تعالی و از شخصیت های مقبول جهان همه مسلمانان حضرت علی را قبول دارند. کسی به روی حضرت علی حرفی نیست و به هر حال همه یاران آن حضرت، همه اهل بیت آن حضرت اعتقاد ما آنه
که انسانهای تربیت یافته به دست آن حضرت، به استاد که صاحب معجزه، صاحب وحی و مورد توجه خاص الله تعالی است. هیچ استاد را مادر نزاییده تعالی که مانند حضرت رسول ماهر باشد و مانند حضرت ابراهیم باشه و انبیاء باشه. بقیه درجهشون بعده، هر کس مهارتش و شایستگیش قابل قدر به جای خود، ولی بالاترین ماهر و استاد و مربی رحمت للعالمین حضرت رسول و شاگردان او همه زبده بوده. او که بعضی منافقین و اینها را مثال میده، منافقین او کسی که به ظاهر اسلام آورد در داخل مسلمان نبود، در داخل به دیگه ملت اعتقاد داشت و گفت من ملت اسلام قبول کردم. صحابه آن حضرت همه مخلص بود، همه صالح بود، با حال معصوم نبودن. گناه معصوم خود آن حضرت در دیدگاه همه مسلمانان برای اجماع دارد، ولی صحابه انسان بودن، از اون لغزش سر زده، ولی خدا اونا را ارج لغزش را در قرآن ذکر میکنه، افوا ذکر میکنه. امیدوارم که ماه فیروزی باشه برای همه انسانهای عدالت خواه، برای همه انسانهایی که انصاف میخواهند، برای همه انسانهایی که روی انسانیت فکر میکنند و همه انسانهایی که روی حقوق مردم فکر میکنند، به دوست هم فکر میکنند، به دشمن هم، نجات دشمن هم فکر میکنند. انسانهای بزرگ او انسانه که دیدش وسیعه، شاید صدر داره، تنگ نظر نه، کوتابین نه. کوتابین خودش را هم به مشکل میاندازه، دیگران هم به چالش میکشه. دیدی وسیع، اونایی که وجودشون رحمتی برای خلق، والله تعالی وجود همه شما را، همه ما را، همه انسان ها برای خلق باشه. و اگر کسی تلاش داری، کسی دعای داره، برای شخص نکنه، برای خودم دعا کنه، برای همه مردم دعا بکنه. و عشره اخیره و این عشره اخیره که من اول شما تشریف نداشتید، صحبت کردم، کمتر بودید، خیلی حیاتیه، خیلی مهمه، خیلی تاثیر گذاره. کارا را کاهش بدید و به عبادت بیفزایید، به جدیت بیفزایید، چون حضرت این عشره به جدیت حفظید. کمر همت را ببندید، شبهای لیلة القدر را نگهداری کنید و احیا کنید، زنده نگه دارید، عبادت کنید، زنان، مردان، دعا، تلاش، کوشش، انفاق، خرج کردن در راه